سلام علیکم. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه می فرماید روزی من در میان گروهی از ضعفای مهاجرین نشسته بودم. آنها به اندازه‌ای که همه بدنشان را بپوشانند لباس نداشتند، به همین سبب پشت یکدیگر پنهان می شدند و یک نفر قرآن می خواند. در همین اثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آورده و نزدیک ما ایستادند. کسی که مشغول خواندن قرآن بود ساکت شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما سلام کرد و پرسید شما چه کار میکردید؟ ما گفتیم که قرآن گوش میکردیم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند تمام ستایش لایق پروردگاری است که در میان امت من کسانی را آفریده که به من هم دستور داده شده در میان آنها باشم. سپس آن حضرت صلی الله علیه و سلم توری در میان ما نشست که با همه در یک فاصله قرار بگیرد. بعد به همه اشاره کرد که به صورت حلقه یعنی دایره‌وار بنشینند. همه رو به سوی آن حضرت صلی الله علیه و سلم نشستند. آنگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ای فقرای مهاجرین، بشارت باد شما را به نوری کامل در روز قیامت و به اینکه شما نصف روز جلوتر از ثروتمندان داخل بهشت خواهید شد و این نصف روز برابر با 500 سال خواهد بود. جزاکم الله خیر. دعا فراموش نشه.